بشک در اویله هایی که اگر چونین نورسان کجرو یا جوانان کجرو یا بد اخلاق باشد، دیر یا زود در همون اویله خود و یا در اویله دیگران یک مصیبت را یا یک فاجعه را به بار می آورد. خب در همین زمینه چگونه می توان مصیبت و مشکلات را از نگاه دین و آیین و یا عرفان تحمل کرد و یا آن را همچون یک امتحان قبول نمود؟ همیشه مصیبت و مشکلات اگر حساب بی‌اهمیتی باشد، بی‌اهمیتی والدین یا سرپرست یا بیسوادی یا هرکه پروری که چه خیلی که میخوای همیشه زندگی کن، پول در کار باشد از من، از حساب بی‌توجهی و بی‌اهمیتی باشد، اگر این امتحان نیست، این شرمندگی است. با وجود اینم پدر و مادر از فرزند چه خیلی که منفیات ببینن باید صبر و تحمل کنن و بله ملامت میکنن، حیفیتو میگوین، اما حقی بیرون کردن و محروم کردن را ندارن. در عموم هر شکستی که بر سر انسان از حساب فرزند می آید، از حساب بستگان و پیوندان می آید، صبر و تحمل این دستور قرآن است و دستور سنت است. به کدام راهی که نباشد امتحان است. در حدیثی آمده است اگر خاری در پای مؤمن بزند، به کدام صورتی که نباشد، اگر خاری در پای مؤمن بزند گناهاش مغفرت می شود. و قرآن میگه که بشارت بده صابران را، که در مقابل این جز صبر و تحمل کار دیگر قرآن نگفته است. دست به کلفت زدن، خشونت و زورآوری استفاده بردن بعد از واقعیت دیگر چی فایده دارد؟ جز صبر و تحمل دیگر چیز دیگر نیست. برای تعلیمات عرفان میگه که صبور باش، با همراه هر بدی یک نیکی هست. برای همین صبر و تحمل این شیوه قرآن است و دستور قرآن و سنت است که صبور باش. در مقابل هر امتحانی آدم اگر پول اندکش هم گم کرد امتحان است، پول هنگفت هم گم کرد امتحان است. چی بماند به اون بستگان و پیوندانی که نزدیکش است و رحم و شفقت دارد، با اون محبت دارد، دوست می‌دارد، این دیگر اعلی درجات امتحان است که خداوند صبر و تحمل را دوست می‌دارد. در نظم آمده است که صورت از بی صورتی آمد برون، باز گردید این الیه راجعون. آدم طبیعت بیولوژیش از خاک و آب است، به این طبیعت بیولوژیش امتحان می‌شود، با روح و روانش هم امتحان می‌شود. اگر به طبیعت بیولوژیش اگر سالم هم باشد، از نگاه بستگان و پیوندان امتحان می شود، از همنشین و همکار و همسفر امتحان می شود. با هر چیزی که امتحان می شود، در مقابل هر امتحان صبر و تحمل کردن این خوشنودی پروردگار است. بعد هر امتحان حتما یک فرج، یک سکونت، آرامی، یک هوای نیکی هست. برای همین در مقابل دل خشکست قرآن و سنت صبر و تحمل را تشویق و ترغیب میکنه.